فکر کردی؟ کیون پایداره 1000. من زیاد شنا بلد نیستم. سعی باید برم. باید بریم. بقیه رو باید نجات بدم. بقیه دست اونه. فقط یه محمد برام مونده. اون محمد و اون محمده. خیلی با هم فرق داره نه؟ ولی خب باید شکستشون بدم. شکستشون. آی خدا، چرا انقدر ضعیفم؟ آی خدا. آی آی. اینجا چه خبره؟ ها؟ اون که؟ اون ته وایستاده. من چرا بسته شدم؟ وام کنید. اینجا چه خبره؟ کمک. هی منو دیوونه نکنید. ای خدا، چه خبره؟ خیلی زخمی شدم. سلام. سلام. تو کی هستی؟ اول من سوال میپرسم، تو کی هستی؟ به تو چه؟ به تو چه؟ من استاد کل دنیام. نکشی بود. من ذهن تو رو میتونم بخونم. یکی از قدرتام همینه. قدرت؟ فهمیدم تو که نیست. فکر کردم که تو میخوای محمد رو بکشی. درست فکر کردم؟ بله، چون اون کل خانوادم هم گروگان گرفته، هم شکنجه ابدی داره میده. میتونم بهت کمک کنم. چی کار میخوای بکنی؟ بهت حرکت آموزش میدم. حرکت؟ قدرت هم میدی به؟ آره. جدی؟ بله. اوکی، چی کار باید بکنم؟ فقط با آموزش من توجه کن. باشه، فقط دستای من و اینا رو وا کنید. خیلی حالم بده. خوبه. یکم مایچه هم گرفته. فقط خیلی سخت راه رفتن. خب دیگه بریم. من دیگه آماده شدم. فردا میرم به جنگ او. راستی استاد، شما اسمتون رو به من نگفتید. من نمیتونم اسممو بهت بگم. تو رو خدا. نمیتونم. تو رو خدا. تو رو خدا استاد. به قرآن به هیچ کس نمیگم. من نمیتونم. تو رو خدا. باشه میگم. فقط این راز بینمون بمونه. باشه. به من میگن بتمنی
دل نمیدم سرسری بال بزای سرسریم دل میبرم از هر کسی من اینجوریم و هیچ کسی نمیرسه به من از بری بد منم و داش علی اسم چی بود؟ بتمنی.